به این عقیده هستیم که ما به هر پیمانه‌ای که ساختمان بسازیم، سرک بسازیم، زیربنا بسازیم، سهولت ایجاد کنیم، تا زمانی که فرهنگ استفاده از این سهولت‌ها را ما ایجاد نکنیم، فرهنگ استفاده از این سهولت‌ها را ما تعمیم نبخشیم، ما نمیتونیم از این سهولت‌ها بگونه شاید و بایدش استفاده کنیم. و یک خلای عظیمی متاسفانه در ساختار تشکیلاتی شهرولی کابل بود و یک خلای عظیمی در اجراعات شهرولی کابل در این عرصه محسوس میشد. این برنامه‌ای را که از طریق اتحادیه اروپا در شهرولی کابل از 2 سال قبل قراردادش امضا شده و ما تانستیم که فعالیت‌های بسیار سازنده و آموزنده را در 22 ناحیه شهر کابل به شکل متوازن داشته باشیم. این فعالیت‌ها شامل برنامه‌های مشارکتی که اهالی 22 نواحی شهر کابل با مسئولین شهروالی میباشه، گفتگوی شهری در پانتون‌های دولتی، البته محصلین و هیئت رهبری پانتون‌های دولتی با مسئولین شهرداری کابل و همچنان برنامه آگاهی‌دهی که اشاره کردم، برنامه کمپاین در مکاتب می باشه، برنامه نقاشی در مکاتب بوده، کمپاین‌های آگاهی‌دهی خانه به خانه بوده، نصب زباله‌دانی‌ها در نوع ازدحام شهر کابل بوده، ارتقای ظرفیت برای کارمندای شهروالی کابل بوده که در ابعاد یا بخش‌های مختلف این برنامه انجام یافته و در ضمن ایجاد مارکت زنا بوده و تشنه‌های شهری. خواهش من است که بیاین از نزدیک با ما کار بکنید. دروازه شهروالی همیشه برای خودتان باز است. از ما سازنده نقد بکنید. بیاین مشکلات را که مواجه میشین مستقیما با ما شریک بسازین. اما تلاش ما می است تا مشکلات کمتر بسازیم، فاصله ها را کمتر بسازیم. کسایی که استفاده جو هستند جلوشان را بگیریم و روز به روز به طرف بهبود بریم. Let me just highlight that since 2002 EU has allocated close to 4 billion euro of development and humanitarian assistance to Afghanistan. Of course, a large share of this assistance goes to the national level, to huge programs that we channel either directly or through UN agencies or other ways. But we also attach a very high importance to the livelihood, to the situation of Afghan cities. And of course, we have a particular attention to the situation in Kabul. There we have launched a dedicated program called Support to Kabul Municipality for an amount which may not look huge, close to 2 million euros, but definitely we consider is having an impact on the life of the Kabul people living in Kabul. There we try to improve what could be considered as urban governance. We are not going to build bridges or roads, but we are going to try and improve the overall quality of life in Kabul by improving the dialogue, the synergies between the citizens, Afghan citizens living in Kabul and the municipality. شهروالی کابل من از یک اداره خدماتی همیشه در بالا بردن سطح ظرفیت کاری خود از کمک‌های شما مستفید شده. مخصوصاً در بخش آگاهی عامه و نشرات کمک‌های به اشاره شما بسیار مؤثر بوده. در ایجاد اداره تحقیق که شما کمک کردین با ما، او یک بخش بسیار مهم و مفید کاری برای شهروالی کابل ثابت خواهد شد، برای که ما به خاطر آوردن شفافیت در این مورد و در همه موارد از او اداره استفاده خوب خود کردیم. در بخش مشارکت زنان، در بخش از اینکه مشارکت عامه در شهروالی چقدر ارتقا پیدا بکنند، تمام این بخش‌ها کمک‌های شما از دید ما کمک‌های بسیار مهم و اساسی است که با امیدوار هستیم این کمک‌ها انکشاف پیدا بکنه. سلام، خوب هستید؟ شامشون بخیر. خارج از پروژه اتحادیه اروپا آمدیم و حمایت از شهروالی به خاطر از اینکه
خانه به خانه کمپاین میکنیم، زباله تر خشک به شهروندای آگاهی را میدیم که زباله تر خشک خود جدا بسازن. و این زباله‌دانی که رنگ سبزی به زباله‌های تر است، چون اونا زباله‌های تر شامل تر می باشه که قسمی که از نام بشه بالا، به این خاطر این پوش است و این به زباله‌های تر است. و این ثبت یا این زباله‌دانی به زباله‌های خشک است مانند کاغذ و بوتل پیپسی و پلاستیک گپاره در زباله‌دانی که به رنگ آبی است، این مربوط به زباله‌های خشک میشه که در این باید میپردیم که آشپزخانه‌تان میمونین دور از محل که زباله‌تون دیگه. برنامه کمپاین خانه به خانه یکی از فعالیت‌های عمده پروژه حمایت شهرولی کابل می باشه که آگاهی دهی در رابطه بر تفکیک زباله تر با خشک و همچنان زباله خطرناک می باشه که تیم تکنیکی و اجرایی معاون پشت خانه پشت درهای اهالی محل ناهیدو و در خانه براشان آموزش میدن. اما من این شرمی ندارم. تو از نوم چند داری؟ نه چرا نما بشرمم؟ چرا یه اسفالیت روی زمین انداخته؟ روی خواهر جا خواهی کجا انداخته؟ داخل زباله‌دانی و چی؟ یکی از فعالیت‌های پروژه حمایت از شاروالی کابل اتحادیه اروپا در برابر سایر فعالیت‌هایی که انجام دادن نشست زنان برای زنان نواحی مختلف شهر کابل می‌باشد که البته از طریق برنامه ما خواستیم آگاهی دهی کنیم برای زنان در قسمت تفکیک زباله‌ها که چگونه اینا میتونن خانم‌ها چون نقش برجسته را در جامعه دارن، در خانواده‌ها دارن که اینا چطور میتونن همین زباله‌ها را تفکیک کنن. نقش اساسی که زنان داره در قسمت مدیریت خانواده است. مدیریت خانواده وقتی ما حرف میزنیم هدف اطفال هست. اطفالی که در خانواده زندگی میکنه کاملا وابستگی به مادر داره. مادر اگر درست تانست طفل خودش در نظافت مدیریت کنه و برایش یاد بده، طفل در بیرون از خانه میتونه اون را رعایت کنه. این برنامه ما بسیار زیاد مؤثر البته واقع شده. ما خانمی را داریم که از امی CD هایی که خراب شده است و گنده شده است که باید او را در بیرون بندازن به حیث زباله، از او بسیار خوبترین یک پرده را آماده شده. لکه مرغه د اتحادیه اروپا د ګډون لامل موږ په ډیره ښه توګه وتوانیدو چې د څو مودې راهیسې په ښوونځیو کې په پوهنتونونو کې په بیلابیلو تعلیمي ځایونو کې موږ د اتحادیه اروپا په وسیلې باندې خلکو ته عامه پوهاوی ورکو. د خلکو د ظرفیت د لوړولو لپاره د ښاروالۍ د کارمندانو د ظرفیت لوړول هم د موږ یو له ډېرو عمده برخو څخه دی چې لکه مرغه په دغه برخه کې هم اتحادیه اروپا تل د موږ سره همکار پاتې شوی او ترڅنګ د ښځو لپاره د اکثرا په بیلابیلو برخو کې د موږ سره همکاري کړې ده چې یو له هغه برخې چې هغه د یادولو وړ ده هغه ښځو ته د درزي خونې جوړول دي. افتخار میکنم به خود که من میتونم به بیرون یک کار انجام بدم و معاش از او را خرج مصرف فامیل خود کنم. در اول که من خودم شخصا که من تصمیم گرفتم که من بیایم بخصوص 2 دانه ورقایم میگفتم زن باید به خانه باشه، زن نره به بیرون کار نکنه. باز من قناعتشان دادم، گفتم چرا وقتی که یک مرد میتونه بره به بیرون کار کنه، یک زن هم میتونه برای از خانه کار کنه. باز من وار قناعت دادم و شکر حال فعلا هیچ کس دیگه نمیگه، کسی نمیگه که تو نرو، کلگی شکر خوش هستن، کلگی میگن افتخار میکنه که تو میری به بیرون کار میکنی. یکی از فعالیت‌های پروژه حمایت از شاروالی کابل اتحادیه اروپا ایجاد کارگاه حیاتی برای زنان در ناحیه دوم می باشه که امی فعالیت ما 2 هدف عمده را در پی داره. اولی که تولید خریدهایی که کی می باشه
تا بدیل باشه بر استفاده نکردن از خریطای پلاستیکی. در این قطع ما در اینجا حفظ محیط زیست در نظر داریم و بخش دوم ما یا هدف دوم ما این است که ما بتانیم یک زمینی کار برای خانم‌ها فراهم بسازیم که از این طریق بتانن خانم‌ها سر پای خودش ایستاد باشه، درآمدی داشته باشه و بتونه بهتر امرار معیشت بکنه. به این قسم تولید شده و تو شده و ما طبق پلان خود باید بر از یک لوگو هم داشته باشیم که در این لوگوی خود شاروالی کابل و اتحادیه اروپا می باشه و یک پیام محیط زیستی. خیلی کار خوبی کردن، خیلی کار خوبی کردن. خداوند خیرشان بده. فهمیدیم دیگه هم در کل کابل در هر نقطه که جور شود به مردم بسیار وصولت خوبی است، به زنها چه خاصا دیگه خیلی زیاد ثواب کردن شاروالی ما مردم. هر ملکی که کمک کردن خداوند دیگه هم خیرش بده. به کل کابل این ضرورت است. و میرین تحقیق میکنین. خب من به عنوان یک شهروند در این شهر که عبور مرور میکنم، ساین های ترافیکی که جدیدا شاروالی نصب کرده هر کدوم اینها چه معنایی داره؟ من یه شهروندی که اگه درایور باشم عبور مرور کنم باید به چه چیزایی توجه کنم و من حیث یک پیاده رو کسی که پیاده از مسیرها عبور مرور میکنم از کجا و چه قسمی و چطوری باید عبور کنم؟ خدا رو شکر که یکی از مومیتایی که همیشه همراه ما بسیار خوب حرکت کرده مومیت کلتوری بوده و در کنار اتحادیه اروپا. اینها همکاریشون به حد در فعالیت‌های ما تاثیر مانده که ما تقریبا میتونیم بگیم 2 تا مومیت یک مومیت است و کاری که اینا در این زمینه داشتن. وقتی که ما حشای تنظیفی میگیریم حمایت‌های اونا، کمپاین‌های اونا روشن از ما دیده نمیشه. وقتی ما کمپاین‌های سطح محیطی داریم، اگه فعالیت‌های اونا نباشن، اگه حمایت‌های اونها نباشن در این زمینه، مطمئناً این فعالیت‌ها ما نمود خوب پیدا نمی‌کنن. بنابراین ما میتونیم بگیم که یکی از دلایلی که در ناحیه 2 شاید ما موفق‌تر عمل کردیم فعالیت‌های متمرکز اونها در این ناحیه بوده و ما امیدوار هستیم که فعالیت‌های متمرکز اونها در نواحی دیگه هم گسترش پیدا کنه و ما بتونیم حداقل سایر نواحی را هم پا و همگام با ناحیه 2 پیشرفت بدیم. You know, our projects, of course, have a limited timeline, which is, due to our procedure and so on. But if we consider that this particular project that we are discussing today has sufficient impact, we will feel encouraged through a similar project or something different to continue our engagement in support of Afghan women in the economic sector. For sure, this is very high on our agenda. You may be aware that we have established an EU Business Council in Afghanistan to improve the ease of doing business for Afghan entrepreneurs. Half of our members are Afghan women entrepreneurs. European Union. Cooperation for a better Afghanistan.